برادرجانای من میدونیم براتون چی میخوام. دعا میکنم که خداوند همه شما را آمدن به این جایهای مقدس نصیب گردونه. در دلتون چی آرزوی نیتای نیک دارین، الله به نیتون آرزوکای نیکتون رسانتونه. آن برادرانی که فرزند صالحه طلب کردنیان از الله به مراد دلشان رسانشان. به جوانهای بیزن الله یک زن صالحه نصیب گردونه. به خواهرکای من که شوهر کردگی نیست، خواهرکای مسلمانی من الله یک شوهری به اهل تقوا و صالح را نصیب شون گردونه. برای زندانی ها الله آزادی را نصیب گردونه و برای اون برادرانی که در ملک غریب کار و فعالیت میکنن الله به دست پر به نزد پدر و مادرشان برگشتن نصیب گردونه. آرزوی آمدن به همین جایهای مقدس داری، پس به شرکت رمضان تور مراجعت کن. کار تا هم آسان میکنه، هم بهترین خدمت رسانی ها را داره که انشاءالله راضی میشین و دعا میکنین برای همه کارمندان شرکت رمضان تور و علال خصوص برای اینمی برادرتان، اینمی دادرتان و اینمی دوستی مهربانتان. من برای شما دائما دعاگو هستم. دوستانی به دل و جان نزدیک من. الله نگهبانتان.